the floor to His Excellency Emomali Ramon, President of the Republic of Tajikistan. محترم جناب دبیر کل سازمان ملل متحد، محترم رهبران هیئت‌ها، خانم‌ها و جنابان، امروز جامعه جهانی باید واضح در نماید که موضوع مبلغ‌زاری برای رشد از عامل‌های مهم روند نائل گردیدن به هدف‌های رشد استوار محسوب می‌یابد. همچنین کشورها را ضرور است که سیاست مسئولیتناک پولی و قرضی را راه‌اندازی کرده هم آهنگسازی سیاست ماکرواقتصادی را تقویت بخشند تا برای کشورهای رو به ترقی جهت تطبیق روزنامه 2030 فضای مساعد بین المللی فراهم آورده شود. امروز حکومت تاجیکستان جهت رفع عاقبت‌های مشکلات مالیوی و اقتصادی و استفاده همه‌جانبه اقتدارهای موجوده به مقصد تامین نمودن رشد با ثمر اقتصادی تدبیرهای اضافی اندیشیده و خاطر توسعه امکانیت‌های مبلغ‌زاری بخش اجتماعی تلاش می‌ورزد. ما چنین می‌شماریم که در برابر روانه کردن مبلغ‌های داخلی فراهمسازی شرایط بین المللی مساعد برای افزایش استحصالات جهت نائل شدن به هدف‌های رشد استوار نقش مهم می‌بازد. تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری که عامل‌های اساسی رشد استحصالات میباشند باید تقویت یابند و به روند انتقال تکنولوژی‌های نوی از جهت اکولوژی استوار مساعدت کنند. پیامدهای منفی خطر و تهدیدهای معاصر و کوشش‌های ما جهت نائل شدن به رشد استوار مانع جدی ایجاد می‌کنند، بخصوص عاقبت‌های منفی تغییریابی اقلیم که در دوام 10 ساله آخر بیشتر به نظر می‌رسند. مثال واضح این گفته هاست. در نتیجه تغییریابی اقلیم افزایش یافتن خطر آفت‌های طبیعی و آسیب پذیری اهالی از آن در تاجیکستان یکی از مشکلات جدی در راه نائل شدن به رشد استوار میباشد. علاوه بر این طی 10 سالهای آخر به طور نظررس آب شدن پیرک‌های تاجیکستان مشاهده می شود که پیامد آن برای تمام منطقه نگرانی کننده است. مسلم است که اندیشیدن تدبیرهای ثمره بخش در سمت تغییریابی اقلیم متعهدسازی کوشش‌های ما را در سطح منطقوی و بین المللی تقاضا می کند. البته گزارش بر رشد اقتصادی سبز سرمایه‌گذاری‌های نظررس را برای رشد انفراستراکچور و استحصال انرژی سبز از منبع‌های برقرار شونده طلب می‌کند. در این سبب جمهوری تاجیکستان برای همکاری مؤثر با شریکان رشد آمادگی خویش را اظهار می‌دارند. تشکر.